در همین سرک قوای مرکز هستیم، البته در پایینیش و اما تو ببینیم که چی هست و چی نه. بیا در نامه ویدیو همراه ما باشین دوستان. این سرک یکی از زیربارترین و پرازدحام‌ترین سرک‌های شهر کابل است که همیشه بند است و همیشه در مایه کار ببینید دوستان عزیزی، اکواریوم که در ما داره و میفروشه ماشین‌های تعظیمی هست. البته سلام و درود نصار همه شما دوستان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، بیربار بسیار زیاد است، بی حد و اندازه، اینقدر که هیچ از بستن نیست و ما هم در همین سرک قوای مرکز هستیم، البته در پایینیش و اما تو ببینیم که چی هست و چی نه. بیا در نامه ویدیو همراه ما باشین دوستان. این سرک یکی از زیربارترین و پرازدحام‌ترین سرک‌های شهر کابل است که همیشه بند است و همیشه اینمی حال است. ما پیاده هستیم، بگذاریم. بسیار بیربار است دوستان. این سرک نمی لوازم موتر است و لوازم تعمیرات است و این چیزا، به خاطر بسیار زیاد این سرک بیربار ساخته. ایداره باز دوستان عزیز، هر قسم که پرزاجات هم بگه این پیدا میشه، هر پرزاجات، هر نوع، از هر چیز، از جنراتور گرفته تا لوازم موتر و تایپ و خلاصه دوستان عزیز تجهیزات فروشی است کلا، نظر نگاه از برق، موتر و نمیفهم همه چیز لوازم تکنیکی در این قسمت پیدا میشه. الان خوب یک رستوران که دوستان عزیز سمبوسا و این چیزا. این لوازم باتری هست، مثلا باتری های موتر و امثال از چیزا، تیزاب و این چیزا را دیگه باز بدی بخش میتونیم پیدا کنیم. سرک عبدالحق بیتاب است دوستان عزیز. سرک عبدالحق بیتاب میگن که مربوط شهرآرا میشه دوستان عزیز، مربوط شهرآرا یک شهر کابل. در مایه کار ببینید دوستان عزیزی، اکواریوم که در ما داره و میفروشه ماشین‌های تعظیمی هست. البته و غیر از دوستان عزیز وقت ماهی است بخوردن، آدم در وقت برای صیاد ماهی وطنی بزنه برای طرف سروبی، جلال آباد و طرف مایفه، یک مزه میده. ببینید دوستان عزیز طرفاره کلا هر چیزی که بخواین پیدا میشه، هره برقی و نایفا فلان و اسمدان و همه چیز. دکانا پر از مواد.
مارکت ها داخلشان هر چیز بخواین است. سرک شهردارو تنوسازی کوچه 6 گفتم که طرف دوستان عزیز مربوط شهردارا میشه دیگه. اینجا دوستان عزیز ما تو دور بخوریم پس بریم اون طرف سرک رو میبینیم که در اون طرف چی هست. شونه بیربار موتورا یا باید اندازه دوستان عزیز بیربارش کم نمیشه، بسیار بیربار داره بسیار زیاد، چون موتورا زیادتر به وایرینگ و مثلا ورکشاپی جمعی نسبت میکنن هر طرف این بغل دیگه باز بند میکنه. البته در روبروی دوستان عزیز یک چهارراهی است که طرف شارنو میره اونجا بسیار رابندی میباشه و یک راه که قوه مرکز موتورای طرف دور میخوره اونو بسیار رابندی را جور میکنه در این طرف. افغان پایپ پرس این طرف هم قفل و کلید سازی هست دوستان. اینجا پارکینگ است دیگه به احتمال زیاد. قفل و کلید سازی سینه و مثلا ویل کفای موتر است، فایبر کلاس از دوستان عزیز، بطری فروشی هست. این طرف هم هرچی دست ورکشاپات این آینگری دوستان عزیز به احتمال زیاد مثل اینگری آهن اینگری هست. حالی موتورهای برقی هم دوباره دوستان عزیز افغانستان بسیار زیاد شده، بسیار رابندی زیاد دوستان بسیار زیاد. ببینیم این هم دوستان عزیز اونمون بریدگی است که طرف شهردار ببخشید طرف چی میره قوه مرکز از شهردار طرف قوه مرکز میره، این همون بریدگی هست. در دیر شویم که موتورا دور میکنن درست من نمانیم. خب دوستان های گرامی امیدوارم که ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشید. ویدیو را لایک کرده در کانال هم سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی همه ایتان به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپاریم. روزگار خوب داشته باشیم، در پناه الله متعال باشیم. الله حافظ و مددگار همه ایتان. ده 11